بسم الله الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عدی ابن حاتم پسر حاتم طایی به مدینه منوره می آید و پیامبر علیه السلام در نماز همین آیتی که حالا ما خوندیم میخوانند و عدی در گردن خود صلیبی نقرگیه داشت و وقتی که پیامبر این آیت رو میخوانند میگه که ما اونها رو خدا نگرفتیم برای خود. پیامبر علیه السلام به طریق سوال میگن که الیسوا یجعلون لكم الحلال حراما والحرام حلالا فتطیعوهم. آیا اینطور نیست که اونها حلال را برای شما حرام میکنند و حرام را برای شما حلال میکنند و شما اونها را اطاعت میکنید؟ گفت بله. گفت همین اونها رو خدا گرفتن است. یعنی اینجا ببینیم که قرآن برای ما اون شرک عنعنوی نه، بلکه یک دایره شرک رو خیلی وسیع کرده است، وسیع‌تر از اون شرک عنعنوی که در ذهن ما هست که این شرک فقط بت پرستی هست، از خود یک چوب ساخته اون رو عبادت کردن است یا با خدا شریک قرار دادن است یک اون چیز را. اما اینجا قرآن دیگر دایره رو وسیع کرد. یعنی اینجا درباره قانونگذاری گپ میزند، شریعت درباره شرع گپ میزند و تاکید میکند که قانون گذاشتن و شرع گذاشتن حق مطلق الله تعالی هست. کسی حق ندارد که حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال کند. کسی نباشد، چه منصبی نداشته باشد، چه مکانت اجتماعی نداشته باشد، خواه ملا باشد، خواه ایشان باشد، خواه دانشمند باشد، خواه راهب باشد. یعنی این آیت این چیز را منع میکند. وقتی که خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم اومدن، رسالتشون این بود که دنیا را طور اداره کنن که به صلاح آخرتشون باشه. یعنی قرآن آمد نه برای اینکه برای مرده ها خوانده شود، نه برای اینکه باید تبرک کنیم و اینکه یگان سوره رو خوانیم یا اینکه یک رمضان ختم کنیم که دیگر فکر کنیم که ما یک کار بزرگی انجام داده ایم، بلکه قرآن آمد تا اینکه حیات ما رو به تنظیم درآورد. همه طرف حیات ما رو، هم از جهت سیاسی مثلا شریعت آمد و چارچوبه های معینه برای معامله بین حاکم و محکوم، بین حکومتدار و بین رعیتش چارچوبه های معین رو معین کرد. این چنین وقتی که مسئله اقتصادی نظر بکنیم، شریعت آمد ربای حرام کرد، تجارت حلال کرد. شریعت آمد معامله های اجتماعی ما رو به ترتیب درآورد، حیات عائلوی، همزیستی، با همسایه چخه زندگی کردن، با خیشتبار چخه زندگی کردن، همه اونها رو آمده به تنظیم در آورد. یعنی یک دینه هست که کامل و متکامل و تمام جنبه های حیات انسان رو در بر میگیرد. یعنی آیات ما رو آگاه میکنه که به اون خطاگی که اونها گرفتار شدن ما گرفتار نشویم. یعنی که درست است علما باید احترام شوند، رأی اونها محترم است مادامی که با دلیل و با اثبات باشد. اما اگر انسان دیده و دانسته خطاگی یک عالم را پیدا کند، البته گناهش برگردن خودش است. هم برگردن اون عالمی که فتوا داد، همون انسانی که دیده و دانسته اون عالم را پیروی کرد. این بود پندی امروزه از قرآن.